حالا شما خوبه؟ مرسی شما خوبین؟ خیلی خانواده خوبه؟ متشکرم. ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. من یه سری سوال برام پیش اومد، می‌خواستم قبل ازدواج راجع بهش صحبت کنیم با هم. اولی که نظرتون راجع به مهریه رو میتونم بدونم؟ مهریه رو که کی داده، کی گرفته، رسم دیگه، سکه به تاریخ تولد. سکه به تاریخ تولد؟ شما متولد چه سالی بودی؟ من متولد 2025. مگه ما الان 2025 نیستیم؟ بله من امسال متولد شدم، یه زندگی جدید رو شروع کردم. شما آپدیت میشین. خیلی هم عالی. بعد به جز سکه که چیز دیگه که نمیگیرید؟ شیربهاست که دیگه با خانواده است، با من نیست. خانوادگی مهریه میگیرید. خیلی هم عالی. بعد جهیزیه چی میدید؟ مگه من دارم تو رو میگیرم، تو داری منو میگیری؟ بعد دیگه ما چون شیربها میگیریم دیگه جهیزیه نمیدیم. چون شیربها میگیری جهیزیه نمیدید؟ این رسم بود. حالا هرچی. شما که دلیل ازدواجت مشخصه. یه دلیل بیارید که من چرا باید الان ازدواج کنم. من زندگی 50-50 با عشق به نظرم بزرگترین دلیل برای ازدواج. واقعا به این موضوع اعتقاد دارین؟ همه چی 50-50؟ دقیقاً بگی. الان براتون توضیح میدم. شما خونه میگیری، من میام با شما زندگی میکنم. شما ماشین میگیری، من میام سوار میشم. شما بلیط سفر میگیری، من با شما میام سفر. شما غذا میگیری، من میام با شما غذا میخورم. همه چی با عشق و برابره. کلا خانوادگی پاتون زیاد به دادگاه باز شده. خدا سرشاهده اگر که یک دونه از ما تا حالا رفته باشیم دادگاه. ما هممون وکیل داریم. خیلی عالی. میدونی منم الان که فکر میکنم متولد سال 2025م، چون زندگی به قبل و بعد از آشنایی با شما تبدیل شد. من الان متولد شدم و چشام باز شده تازه. خب خیلی خوشحال شدم. هیچی دیگه، من برم فکرام بکنم. مزاحمتون میشیم انشالله. خدا نگهدار.